فقط در وای دیده بودن شما سر سود دیده بودن حمایتچیشون که بودن در همونجا میدیدن پدرم. زهرا شیروا همسر وکیل مدافع مرحوم اسحاق تبروف به کسب آموزگاری در یک مکتب شهر وحدت مشغول است. وی میگوید بعد مرگ شوهرش هنوز هم به خود نآمده است و با وجود آزاد شدن پسر دومش دلیر هنوز هم خانه‌اش خالی است. سرجمی که خود اسحاق بود نیست خیر اکن فیروزه که بازداشت کرده از مسجد میدونید اگر فهمیدگی باشد عروضنامه‌ای که اسحاق خودش نوشتگی بود از مسجد برده بودن. بعد 2 ماه فیروز دلیر از رسیبه بودی اومد بعد 1 هفته 1 ماه اومدن گفتن که پسرتون و بیارن و ما 10 دقیقه میپرسیم و جواب میدهیم. خیلی سر سوده دیدیم شب. دلیر فرزند اسحاق تبروف که بعد از ادای جزا آزاد شد به تجارت مشغول است و به خانواده‌اش کمک میکند. دلیر را برای پناه داشتن جنایت سال گذشته به 6 ماه زندان محکوم کردند. خودش میگوید ملاقات تصادفی با یک نفر بیگانه باعث به زندان رفتن وی شده است. شخصیت با ما یک معلومات داد ما با وی رد کردیم و انسان ایدیم کورش شد ما یک مدت 2 ماه ندیدیم. اما برای خوب با فیلم نوشته شده بود که معلمای محترم مقصد حجاب و سطر دخترها را نگیرین از خدا بترسین هم خیلی چیزا نوشته بود. بعدی که وی دستگیر کردن در همو بیانات دیدیم که همه بوده است. اول ما معلومات نداشتیم پیش چی بوده در اون برای خوب. به حبس کشیدن 2 فرزند اسحاق تبروف در روزهای اتفاق افتاده بود که خود وکیل مدافع در دادگاه از حقوقهای صاحبکار شناخته زید سعیدوف حمایت میکرد. همسر و فرزندان اسحاق تبروف نمیخواهند آن روزها را به یاد دارند. حامیان حقوق میگویند سبب مورد تعقیب قرار گرفتن اسحاق تبروف حمایت او از صاحبکار زید سعیدوف بود. زید سعیدوف سال 2015 با گناه دست داشتن در جنایت‌های مالی به بیشتر از 20 سال زندان محکوم شد. خدا اکو وای مثلا آزاد کردن. زهرا شیروا مادر دلیر بیشتر از سرنوشت فرزند دیگرش فیروز که در محبس است نگران است و میخواهد که هر چه زودتر به خانه برگردد. ما همه حجت‌های فیروز را به پیشوای ملت جناب عالی پیشنهاد کردیم. من میخواهم که پسر من بخشیده شود. خانواده اسحاق تبروف میگویند بعد مرگش همکنون بیش از 1 سال میگذرد به جز نزدیکان و چند وکیل مدافع دیگر هیچ کس خبر نمیگیرد و عیادتش هم نمی آیند. تعقیب اسحاق تبروف و 2 وکیل دفاعی دیگر شهرت قدرتوف و بزرگمیریاروف سبب تنقید حکومت تاجیکستان در عرصه بین المللی شد. ما نمیگیم که ما فکر میکنیم که با روسیه رفته است. ولی میبینیم هیچ فکر نمیکنیم که اسحاق نیست موبایل بوده.